به حال فضل پرنمای بنده شخصی پرغمای کامل برای چایرا در روی دنیا کمای باشه. اینه دیدی در حقیقت نگاری ما کیوانه دای ما در خانه مرا میگه کامل جان رنگی کریم دیوانه بود. کریم دیوانه. ما عقل ادب دارم، سخن زیر لب دارم، تنصیحاتی شما رو از خدا طلب دارم. کامل جان شاعری خداداد، شاعری که اینمی دل خواه چی را بگو در همون شعر میبافه. ریزا شود دیگانه آشنا می شود. گفت یک مرد خردمند در وطن همچون سخن بعدی چند تاجیکستان ملک زیبا می شود. دست آستین برداده آن را به ناخن میکنیم. بله. دشمن پیدا شود در وقت کار در نزد ما. دوشنبه پایتخت تاجیکستان، دیار و کوهسارش باغ و بستان. خدا را شکر. سلام دوستان عزیز، روز همگی بخیر و شادی باشد. ما راستی گپ در بالای دهه سنتوده حضور داریم. یک 3 کیلومتر بگیم نمیدونم خمی اومدیم پیاده. یک برادر داریم، یک استاد داریم بگیم، یک تا پیری کار داریم. اومدم بگیم من صحبت کنم. کامل جان نام داره. کامل جان با تخلص شاعر. سالهای پیش همین در گیجه میدیدم گفتم ما دوست مراد نام دارم. میگفت دوست مراد نامت هست دوست مراد، تو هستی بچه بای مراد. گفته در حال شعر میبافت، حاضر جواب بود. بعد در تویا میبرامد همون توی داره به همون نامش شعر میگفت که فلان فلان. بعد مرده که دست بخیر بود در همون سالهای عینی که مردم متوشون انگاور بود، گشنگی بود، نومد آش میداد. بعد میگفت که شادی کرده خدایی صبا و گرفته هوایی. بعد میگفت آخران میگفت کامل جان شده شاعر. انا که هم پیش همین شاعر پیش کامل جان اومدیم. وای راستی گپ چندین سالا میشه رفتگی نیست هم طرف خشلو. همین فقط در این همینجا زندگی میکنن، کار و فعالیت میکنن. خیلی فرزنداش هم صنفمون آشنامون میبینیم و خچ چندین سال شد ندیدیم. هم استاد یک خبرگیری اومدیم. یک ای حالا اولش با خبرشم گفتیم این همینجا زندگی میکنه، همینجا باغ داره، زمین داره. میگم اینجاش هم خوشو بوده. یا برجا رسیدم که اینجا بهترین ها کابی اینجا اراراکو میگن. اراراکو سنگو رنگ ارا دیدی؟ یک جای میدونم استاد خبر میگیریم رفتیم. سگ شمسه که خوب بوده. ها بای کامیل جانه های بیا میدونی چپره کوی که کم رفتیم. اگر سگ دارید یه چپره که محکم کنیم که اگه گو اونو داره سگ دارید میزنیم خود این ارکو بای کامل جان اینی ده خونی های برادرها گندم میشونن و پلک میکنن و این هست همجده کسی. بای کامل هست. السلام علیکم سازی چجان تنجه کارات خوبه؟ گفتم یا استاد خبر بگیریم و همینجا باشه هایش بگو. ما بچه بای مرادم. نه سگ خوب بوده. این مرغ کاش ببین. در اینجا مرغ کاش ببین، در اینجا سگ کاش ببین. میدونسته اگه دوست مراد بچه بای مراده. سازن آچا جان تنج کارکاتان خوبه؟ تنج باشه. خانه بای کامل جان السلام علیکم. و علیکم السلام. السلام علیکم. خوب هستی؟ من دوست مرادم بچه بای مراد. شریف همه تنجه است جان کارکات خوبه. گفتم یا ببین همه تنجه کارکات خوبه. نمیداری انجیر رو با تنگ خونی که خود ما مکر رو پکین خونی خیلی شما کنیم ما بکن بهترین اگه اومده که آچا جان همه تینجا ما قطعی استاد همینجا در یک صحبت که همه بود هوای تازه ده انا ما هم 25 زن بود هوای تازه نمید تو گوچه خوی نمیداره بوده
در دری انجیرم اکول درده بودیم با در یوله انجیرم بده چند تازینا والکن دوست طبیعتا شویرم طبیعتا شوید طبیعت. راست اینه. راست ما عقل عذاب دارم سخن زیر لب دارم این ارزا شد دارم تنسیاتی شما را اخذ ترا دارم ای خدایا هزار نشسته لبی سوال میشه چای فانشینا شاید دوست رو نمی‌ماند که بچه‌ها چرا دارن بابا رجب بابا رجب نگاه از این عقل ادب سخن گویا زیر لب خوش آمدی به اینجا جوری بابا رجب ای رحمت گنجی خوبی دنیای در جان عقل ادب رحمت همه اینا میگه پر خدا کردم سر بود باشد آشنا شدم بلبلی بیاد شدم راست اون دوست رو نخونده دانو شدم نخونده دانو. فقط کنده که موندم شوشم به ورژن در بابا ایران موندم من پسری 19 خوندم یا سال 8 با تراکتور روندم این 25 قلیشی سال در درون این خط خورد در بین کاجدم بازار هفت فرداندم 30 سال یکی نیکول بود دختری بویار با تعریف هست زور شوی خلق کامجون ای کامون یانگا کوم ای کایوان کایوانی همسرم شیلو هفت سال هست در برم ریزو این موهاتن با چشم نفر سرم بود نه با 6 نفر یا گپایی یا شنیتا اینجا بشی وای کامل جان ای بریم بشی اینجا بشی ای ساز اینجا بشی وای کامل جان اینجا بشی اینجا بریم بده بشی من همین برای نمی شیرین سخنی استاد برای سخنای خوبی استاد آماده میا بار دیگه بشی حضرت بشنیدن صدای مرا نگاه نه فهمید که دستورات مخلصی من شمایی زنده باش اومده در کیم کجا نگاه کنید اگر که مخلص باشی من طرف شما یا باید نیست یا گپای دل در طرف چپای 100 تا شعر میدان کامل که دویمو خپای دیگه 100 تا میدونن 100 تا شعر میدونن کامل نگیم دویمو خپا دویمو خپای رو با خیمه منیم در روزی بهیم سوال بوده دستورات با شعر جواب میدیم چه سوالی که بده به شعر جواب میده شعر باید میخونم نخدو شنی قندل آدم میوه بیشتر انگور سیب کدو یا وقتی اون میخونده درسیم با یک دو بار یا آشنای شد خون سیدی بار یا گفتی گفتم گفتم که کام میاد کجا بزرگی خدا باور کن دادرو میرسه ورگوش ما میخونم بشه نشاط مورو پرو نتون شول دو در حق مبارجه هر چی میتونی بگو خیلی کوی نمیگه پر کوتونی تو بگو ای رحمت ما نمیتونیم اکا ما هم از اینه بنده نمیگیم بچه بیانده در سخنه کامجان با بارجه میخنده ای رحمت خنده بسیار خنده خدا ایشالله سری کای بلندی روزی خطانگاه که در روزی یک آدم 10 بار بخنده هر روزی خنده چیزی خوبه ده بچه خنده 100 بار شکرانه میکنیم خیلی خنده چیزی نویوبای خیلی ببی کمیوبای ها او برکل خیلی دستورات دل بودم خیلی با بایورات نغزه نبینی چی گفت هر روزه یا عجب پیش اما ترانزیت سری شول ریسیکات بخواه در باری خیلی بایورات در باری اکیل جامورات همه تمام ایده خیلی برای مثال یک شعر شعر استفاده نداره که یک شعر بگو چیزی بگو شعر نیخله بچکار این برای روغون استفاده شد وقتی که جنوب یادم پیکات زن چیزا همی خوشحال خیلی حالی ما بیا خیلی سری صفحه میریم خطی استاد درباره راغون هم میپرسیم درباره تاجیکستان هم میپرسیم درباره بهار درباره تیر ماه درباره دوشنبه درباره قرغان تپه در کجا دستورات در کجا شاعر شدگه با گامدن خیلی شاعر شدگه ولی میگه گفت که نخونده شاعر شدم نخونده شاعر شدم میگم بچکل مامورجا بچه که یا بابورجا بچه بچه قواد احمد جان قواد احمد اخی رئیس چی نام داری؟ بابا رجب بچه قواد رئیس احمد جان کجا نام داری تو؟ بابا رجب نامی بابین خودتون رو میدونید مو تو استاد چقدر که ما تو رو نمیشناسیم بیا خیلی بشینه کم خیلی صحبت کنه ای پا خراب شده میری تنکت کنی روزه دارم میگه چه این بکشی مالی همین اویلت همین چی شاعری گذاشته یا که نه نمیخونه شاعری نمیکنه کامپیوتر میکنه تا درباره راغون انا که بیا انا دوستان عزیز شناس شدین با استاد عزیزمون کامل جان شاعری خداداد شاعری که اینمی دل خواه چی را بگو در همون شعر میبافه و خودش میگه که من نخونده شاعر شدگیم اینا بینید و اینا ما ای کودکی ای سالای همین نمیدونم بعد جنگ بود همین ما با عقل شدیم این در توی علاقه صحبت میکرده که
تویدار تبریک میکرد که همه آدمایی که همون وقت در سر دوره بودن همه نام همو را میگرفتن همه شعر میگفت. حاج ما میخوایم که درباره روغون هم شعر شود، ما میخوایم که درباره تاجیکستان و درباره بهار و درباره زمستان و درباره وطن و تا پیشوای ملت مونه چیز دل تدارید این مرحمت این میکروفون آزاد بله. ای روغون سر میکنید. مالک هزار رحمت. وقتی که ما میخوای چوشته خیلی دیدم که جناب عالی همین کل میکرد که میگو نشو بنو خونمون همین گیش رون میکنه. بله بله. کنیودا. وقت پیش رو اومد گفت که ببینه چرخی گردون رو جوان مرد چه مردیون رو بیاید گفت عزیزانم بیسازم گیش روغون رو. بله. نوری روغون جلوگاهی پیر و برنامه می شود گر خدا رضا شود دیگانه آشنا می شود گفت یک مرد خردمند در وطن هم سخن بعد چند تاجیکستان ملک زیبا می شود. این چیز زیبا شد. بگویم که ای عزیزانم بیاید کاری روغون میکنیم تاجیکستان عزیز را گل و گلگل میکنیم خال دادیم نزد ملت میکنیم آن را ادا عشق را در نوری گس مانند مجنون میکنیم اگر روزی شود که سخت آید وقتی کار دست آستین برداده آن را به ناخون میکنیم. بله. دشمن پیدا شود در وقتی کار در نزد ما آن پری را ما دیگرگون میکنیم. کامل و دلشاد گفتن این گپا رو با ایسوف میریم از این جهان بنیاد روغون میکنیم. همچنین ایسوفی بچه با تمرا ما همچنین سرسایه همین خیلی سخنان قدی دلشادی بچت رفتن برای روغونا؟ برای برای یاردم که حال چون چون در روغون خیلی کار میکنه صد و چلونه میکنه برای مثلا در دوره بزرگ در بوری بهار هست بخونه درباره بهار هر سال می آید بهار دل می شود بیقرار ای خرسندی طبیعت از دیدن روی یار هر بنده داره یار میخواه هم که همان یار داریم باشه در کنار یا روانه دک بگو چی خرنده بعد گفتم که بهار دلکشا سال فقط یک بار می آید چه خوش فصلی بهار و پیش من دلدار می آید بنازم من از این فصل بهار و دیده دلبر که دلبر پیش من با وعده دیدار می آید. بله. خبر داره من و دلبر از عشق و عاشقی دنیا انیق دانم که پیش من شیرین گفتار می آید. زمین و آسمان عشق بفیق من با آن دلبر زیروی دشت بنا زکه به بین خار می آید. بخیز کامل از جایت بپرس احوال آن دلبر بفهم دلبر به نزد تو برای کار میاد وقتی بفهم که چنگ به نزد نغمه ستار میاد نه ماما نه هوشیار چون دختری با یاد برای چور میزنی همیشه هستم تیار بوارکی برای چور میزه همه وقت تیارم چیزی بگم چور میزه البته که میوه تاجیکستان وطنم وطنی جان تنم تو وقتی که زنده‌ام دلم از تو نکنم دوشنبه پایتخت تاجیکستان دیار و کوهسارش باغ و بستان زمین دشت‌هایش لاله‌زار است کنارش دلکشا بریار و دوستان بین چند کوه و دره پایان خمی قره وطن شاعر کامل جان نایه دنگره دوست مراد و قوتوف نبینی دردی سر ای رحمت یک همین شعری ایته دل برای همی دهی سنتوده من بگو مایلش دهی سنتوده ایما بابو رجب نامی بابیم رجب آخی نامی بابیم که هست بابا رجب بابا رجب توبه نگی گوش کن سنتوده سنتوده رو بهارش خوجه زنده مزارش عجب دوره دل مراد هر شخص اختیارشون بود این دور خدا کم نیست که بهاران فصل ایده ایگه بمشین داره چون این دور زمان تا حال کسی ندیده باور کن دیوانه کلکور ایرزا شوهر کده شوهر کلمه رو فرق میکنه با بگوی دیوانه کلکور حاج را بلاگر شده بگو بلاگر هم خوش کن برای آفرین برای نگم که سنتوده دهی خوب عجب مزارا داره شیربیبی قبله او رو سوی دهرا دارد مزاری خواجه زنده بکرد خود را غایب بر روی سنگ کلان نشان کوی پا دارد با کوههای سرسرک هست مزاری خواجه قشقار با مزاری سبزپوش گفت و گزارا دارد در مزاری سبزپوش کسی داره عقل هوش معلم اسپیرانت نمیکنه فراموش نمیکنه بلبلی بایدون رنگ گرگلی معلم اسپیرانت در مزار متولی خند کردن خیلی کی سرسرک مون سرسرک بدین وقتا کودک میخوندیم در سنف یک دلمراد میگه باید بخون در بوری سرسرک با گذشته سلوات
ما خلق خدا داد در باغلیش دیدم قباد نگاه کرد پیش رو اومد با گذشته سالها در باغلیش دیدم قباد در میدان سرسرک میگرده میرزانه بود اینا میرزانم من گفتم که همه گفت خیرانده چون که نه همش چی راجع همه نمی 10 سال اینو سوال کرد 10 سال داد بشه رو دادن او وقت میرفت 25 سال دارم که بعد اگه خیلی جواب بخوره اگه فی دنیا بیچاره سخنی که بد باشه در بدن نیست خوره شعر کامجون همش دوام داره بیچاره خلق ما این همین بیکاره ای دسته بیکاری بیرون از دیاره دیدم بانوی رو چشمش چنان خماره برای دیدن یار 7 سال انتظاره روزانه در بازار شب در روزی کناره یعنی خیلی اینو گفت گفتم انا که که با صبر و بهانه آمدید ای خانه دوست مراد میگه باید بخون نمیکنم بهانه سخنی خوب قوت و تا خیلی وقت میمونه ای رحمت هر کس اگر بتونه در این دور زمانه او یگان شعر بخونه یا یعنی حال بشنونه دلی را نرنجونه آباد کنه ویرانه باید بیاره اگر اسماعیل سامانه نامی همو جوان مرد مانند پیشوای ما تا خیلی وقت میمونه پیشوای تاجیکستان امام علی رحمان زنده بگرد اون نامی اسماعیل سامانه برای صلح و خلقش تک نیمی جهانه خلق جهان میشناسه امام علی رحمانه ای نام سلامات رحمان در جهان میمانه جاویدانه کم آدم میشناسه شاعری کامل جانه با گفتی استاد خیراندهش کامل شاعری روانه شاعری کامل جانه بگذار همه بدانه فکری که نرفیقم همین امام علی رحمان آیا فرزند دهقان او را که خدا داده اوضاعش در جهان رفت با این ترک ایران دولت افغانستان گریزه ها را آورد وطن عزیزشون رحمت به او بگفتن همه خورد و کلان همه معلمان هم پدر و مادران ای همه در بسیارتر رحمت بگو کامل جان نشوید شما حیران 5 اکتبر رفیقان همین امام علی رحمان ای ملک تاجیکستان با بین باغ و بستان با چند یار دوستان برفت و عربستان باورکیم چشم خاشان سیاه زبان بلبل گویا باریزاگی تعالی برفت اون مکتولا با حاجی عبدالعزیز در آمد خانی خدا نام نیکی تاجیکا پهن کرد بر روی دنیا بود کی بدونه چیاره میدونه هر یک انسان فورم آبی زمزمه جوان مرد در جهان فروزان هم شمه کسی قدرش بداند بفهم که وی آدمه در حق امام علی لک رحمت گویم کمه شنیدم از تلویزیون صدایت قسم خوردی ادا کردی وفایت شنیدم از تلویزیون صدایت قسم خوردی وفا کردی ادایت سپر کردی به خلق جان خود را بگفتن مادران احسن برایت بگویم بر شما ای مرد عاقل که آن وقتها بودی بالاتر ای چیل اگر چندی که آن وقت بود مشکل نمودی کاری نیکی از ته دل برفتی کو در صحرای ساحل بکردی خلق عالم را تو قایل 1101 بار رحمت بر رحمان بگفت خواجه کامل با دیگر از وقت شما دیدیم ای استاد عزیزی من یک چیز را قید میکنم با شما این یکم جایی ویش نیست هر کس هم بسیار شاعرها را قایل کرده نمیتونم به مثل که خیراندهش به مثل اینا ولی جانی که در هم دهه خمون شاعر دیگر استادا الکای ای هنری استاد با خبرن و در چندین محفل ها میشنیم سخن هم میکنن درباره استاد میگن همون کجا ده اینا خودشون دیدن که گفته 25 سال من در انمی جایم نرفتم دیگه اگمجو این 25 سال در انم بود هوای تازه انم در انجیر اینا میجدا زندگی میکنن کار و فعالیت میکنن ما هم راستی گپ خفای کارو بر زندگی اینا میریم پگاه میریم خبر میگیریم اینا همه روز نصیب و تقدیر بوده آمدیم پیش استاد کامل جان شاعر و اگر سخنای حاضره خطی بگیم مستر سلوه یعنی که حاضر جواب با چی میگن همین سخنت چی دل خواه چی را بقب بگو درباره همین شعر بگو شعر میگه دل خواه نام بگو درباره همون شعر هم 4 مصرع الکای تیاره همین نامش گفتی 4 مصرعش الکای تیاره چیزی که باشه چی نامی آدم باشه چی نامی دختر باشه چی نامی یگم اشیا باشه چی ما ایرا مونه تمامی پدرای ما همین اکهای ما تمامی همین مردمی همین دههای سنتوده همه میدونه همه و صد بارا در چند جا میشینه میگه همه را برنامه میکنه همین اکای کامل جان اون برنامه نکردی همه را برنامه میکنه اکای کامل جان اون برنامه نکردی اینا ببینن که در
وقت ساعت اومدیم که استاد عین حال نو ای کار اومدن نو نمازشون خواندن که ما اینا با کار در رفته سبدن با قب کردیم اینا یانگای کیوانا مینا کیوانا که در حقیقت اینا ببینن که با چهارمغزکا اینو چهارمغزای مهنتی ها چهارمغزای مهنتی شد چهارمغزای مهنتی او برای کیوان بی همسرش 47 سال هست در برش ها اینه 47 سال شد. اینجا ای هسته با 6 نفر تیزرش آنا 6 نفر پسر در درون خس خورد در بین کردیم مر بازان 7 فرزند 30 سال میکنیم کار بر خیلی اینم باید 5 سال گوشه چناخای جناب یوریس خانم امیر پیش وزیت بیاد گرفتن که خانم پیش رو اومد روانی مانندی بود گاه غمگین گاه شد هزار رحمت بر شما ای دادری دوست مراد ای جون هزار رحمت خب شما ای دستم نه بلند نه پسم بود بیک دوست مراد شوری خلق هستند تو گام میاد که جو بوریجوی خدا باور که دادرو میرسه در گوش ما من میخونم با شما ما در چشم همیشه هر سخندار ریشه اینا قوت آدم بیغم نمیشه فرزنده یک پدر چرا هر خیله میشه آدم که ایچیل گذاشت میفهمی پس پیشه میگه ما سخنها کم میکنیم اندیشه سه گفت یا جویه کن رنگ کیا شیر میشه میگم که دروغ نگم بی دروغ هم نمیشه شاعری من قوتم قریب که 30 سال میشه شاعری ای دوستم رو ای زیاد نمیشه نمی خود به خود گم میزنم رنگ کیا شیر میشه این گپا گر شیر باشه شیرم تمام نمیشه میشناسه خلق تاجیک شاعر خیرنده شه کم آدما میشناسه کامل دورنده شه دنگه بی زینب مادر ذکر اولا ای سال 64 هست همسایه با ما یک همسری خوب داره نامی او هست نرزلا فرزند کلانیش معلمی خیرالله میلیسنر سیدالله پرهنر و سرکار دادرشان نرولا لیکن در بین آنها دخترای خوب داره به شما و شهلا فرزند کنجگیش زنی لطیجان لیلا لیکن در بین آنها حافظ خوش آواز ذکر الله شاگردی ما آوازی خوب که داره بعد میگه در هر کجا آوازش رو میشنه گوگو رادیو او رو میبینیم و در آینه جهان ما نام چنین حافظا تا خیلی وقت میمونه با همچنین سخنها دل مراد و قوت و تا وقت زنده هستید با همراهی فرزنده سلامت باشه دائما شاعری خلق آنجان گفت چنین سخنها من تو میگه رو بگو چطور در حقیقت یک دیگه اخیران میگم با موقع برای که نگاه اگه خود تعریف کنی خوب نیست ما رو گفته کمی بیش یک دو سخن رو گفته دل مراد میگه ملده دوست مراد میگه ملده یا قوت میگه ملده خیلی ممکنه که ممکن بگه نه میگه هر سهر عمری من یک ساعت کم می شود می رود عمری عزیزم قامتم خم می شود دست در بالای دل را تسلا می دهم دل بگوید بر سرم فکر دیگر دم می شود من انیق دانم که روز می روم از این جهان یادی رفتن میکنم در چشم من نم می شود هر شب در پیش من اون محجبین شیر می شود که دل من از نگاه نازنین سیر می شود هست در روی جهان همچه کامل شاعرها تا به قدرش میرسن در این زمین در می شود بله به حال فضل پرنمای بنده شخصی پرغمای کامل برای شاعرها در روی دنیا کمای باشه اینه دیدی در حقیقت نگاری ما کیوانه دای مو در خانه مرا میگه کامل جان رنگی کریم دیوانه بود کریم دیوانه هزار رحمت بشون اوزر همت باید پنجه اول مرا بسنجه هر سخنه شنیده ایمه باید نرنجه اوزر یا نه استاد اتمو چیو میرجه درباره دوست مراد یک اخیران بار یک شعر باشه نگاه کنید هوا را گوش کنید این گپا رو حرمت میکنم دوستم رو همیشه ما شما رو همچنین دادرو را برزگاه ما عقل ادب دارم سخن زیر لب دارم تنسیحاتی شما رو از خدا طلب دارم سایه سلقین بیاد دنیا هست به امید دوست مراد و قوت به شما روی سفید اگر دنیا دادرو هر نشه نامید همیشه به همین الان چه گوگوی بیاد بچه همین بگم انشالله کی باوردش کم بیام خیلی میشه انشالله جزیره بود نه در جزیره را گرفته بهشت کرده بهشت بهار در انشالله که با میبینیم این باغ این میوه و این بعد بشه دور نمیشه نه بگیرید نه بگیرید خب دوستای عزیز ما برو آمدیم خانه کامل جان این به تعریف همه طرفا زورای در همین دهه ما با کجایی که برای بالای همین توی تماشا ده ای همه ده بالا گذرای نکیم که بزرگی های مرده که بینین اومده این هم جای تاخگی 25 سالای بازورا و بازیگره اگه مرگ مرده ده میره و تمام دیگه توی خرسندی ده دیگه نمیره این هم یجا ده میایم 5 وقت نماز هم باغا شد درادره هم ما باغای ولی نصیب بهار ده میویم بعد تماشا میکنیم چرا
خیلی دیدین استادان حاضر جوابیش دیدین این خیلی خودش میگه که این خیلی شاعر کمه الکی 75 ساله ببینین که حاضرم چقدر هوشیار چقدر شستریک چقدر مقصد کار میکنه باغش نگاه میکنه خدا نگهبانتون کامل جان شده شاعر